کی میدونه کاسبی یعنی چی؟ کاسب وقتی کاسب میشه آجر به آجر میچینه رو هم. از کف خیابون یا مثل من از دور میدون شروع میکنه دست فروشی. کاسبی یعنی چک آخر برج. کاسبی یعنی خرابی بازار. الان تو سال 402 خرابتر از کرونا. کاسبی یعنی درد دل، یعنی اعصاب خوردی خانواده. کاسبی یعنی هر چی بزنی میبینی یک نشد دو. چاره ای هم نداری چون عشقته. عشقته کاسبی. عشقته 4 نفر کنار نون بخورن. خدا بهت داده اون سفره رو. همه چی دست خداست. به کاسب خدا یه سفره میده میگه پنگ کن. رزق و روزیش هم خدا میفرسته، ولی سخته. واقعا سخته. پس اگه یه کسی به جایی میرسه الکی نرسیده، دویده، خزیده، بالا رفته، پایین اومده، یه شب تا صبح نخوابیده واسه چک پاس کردن، صدها شب تا صبح نخوابیده واسه چک پاس کردن. الکی نیست کاسبی. یه کسی به جایی رسیده پشت سرش حرف نزنی، بریم بفهمین چی کار کرده، چه راهی رفته. اون وقت اگه خواستین حرف بزنین بزنین.